آیا د یکتوت د کلي په هکله معلومات لرئ؟ نو تر پایله موږ سره پاتې سئ. سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ و روغ اوسئ. نن موږ راغلي یو سمنګانو ته د حضرت سلطان ولسوالۍ او د یکتوت کلي ته. څرنګه چې ګورئ ډېره ښایسته فضا ده، ډېره ښکلې چایله ده، نو ډېر ښکلی شمالک هم له څلورو خوا نه په موږ را روان ده. نو د ما په څنګ کې ماجي صاحب ناست ده چې د یکتوت او مخصوصا د سمنګان د ولایت نم شاید د دوی له مرزون هم پورته قضاوتونه وکړي. نو د دوی ارباب د دې منطقې او د دې ولسوالۍ او د دې ځای له موږ سره دلته ناست ده. نو له دې سره به مرکه لرو او د دې دوی د ځای د تاریخ په هکله، د اجتماعي حالاتو په هکله او د بزګرۍ په هکله به تاسو ته معلومات وړاندې کوو. نو تر پایه له موږ سره پاتې سئ. مخکې له دې چې په اصلي موضوع لاړ شو، له حاجي صاحب سره به یو معرفت لرو. سلام علیکم حاجی صاحب محترم، امید که خوب و خوش صحتمند باشین. و علیکم السلام، سلامت باشین. تشکر یک جهان. زنده باشین، بخیر باشین. حاجی صاحب محترم، میشه برای بندای عزیز ما خود یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ ما نام ما جنسار الحق است، از ولسوالی حضرت سلطان خیره یکتوت. ارباب همین ولسوالی حضرت سلطان کم کم در ارباب در ولایت هم میکنیم. بسیار عالی، بسیار خوب. اوازه نام شما در ولسوالی در ولایت مجموعه سمنگان بسیار بالاست. فکر کنین هر قسمت سمنگان که میرن از نام شما یاد میکنن، از حل و فصل منازعاتی که شما در میان اجتماع سمنگان کردین و حتی ولایت دیگه از شما یاد میکنن. پیش از اینکه سر موضوع منازعات بریم حاجی صاحب، میشه درباره یکتوت بگوین که یکتوت چرا یکتوت میگن؟ یکتوت جناب انجینر صاحب تقریبا 150 سال شده که یکتوت تشکیل شدنش که اینجا خیره ایجاد شده. دم زمان هم در اینجا آب زیاد بوده، یک جوار آب می آمدم، یک دانه توت داشته. حالی هم یک توت داره، یک توتش دو توت هم نمیشه، اگر دو توت شوه یکش خشک میشه. خب بیت یک قصه داره خیلی. قصه داره. دلیل ایره تا حالا کسی گفته که چرا؟ نه دلیلش کسی نگفته، که مقصد ما مردم میدانیم که تا سند ما هست، پیش از ما هم بوده، پدر ما هم ارباب منطقه بوده، از بابا و اجداد آمده، ما قبلگاه خودم پرسان کردیم که اینا چرا یک توت مانده، یک دانه توت داشته. گفت که از همه زمانهای سابق بابا و اجداد هم ماندن، یک توت آمده بوده، پیلن هم یک توت داره. یکی کدام کرامت الله است و پیش خداوند است. بالکل دیگه هر جای بر اساس یک حکمت اسم گذاشته شده. فکرتان است حاجی صاحب؟ دیگه احیانا میشونه یکتوت هم دمی دلیل یکتوت مانده شده باشه. حاجی صاحب درباره مسائل اجتماعی قریه بگوین که چگونه است زندگی مردم در این چگونه میگذره؟ خیره الهی شکر الحمدلله. در حساب آرامی بگوییم که ما و شما میفهمیم که وطن ما بسیار آرام است. کدام جنگ جدل و غلمغل و جنجال نیست. یعنی سولرهایی که در این منطقه میبینین امنا بدون صاحب هم اینجا خو میشه، کسی نمیبره. یک آرامیش است. دیگه در زندگی مردم نظر به کار است. کسی کار بکنه نان بخوره، کسی کار نکنه نان نخوره. کسی زحمت کشید یک لقمه نان پیدا کرد، اشکمش سیر است. کسی کار نکنه در قرار در خانه خوشه و بعضی برای کی آورده یک لقمه نان میته که من این نان ما را تو بخور. مردم زندگیش خیلی خوب است الهی شکر الحمدلله. از کده هم انشالله خوبتر شده میره. بسیار خوب، بسیار عالی. حاجی صاحب در اجتماعی که انسان ها زندگی میکنن خاصیت های متفاوت است، چهره های متفاوت است، افکار متفاوت است. اربابی چگونه است در همین اجتماعی که شما زندگی میکنین؟ اربابی که تو یک کاری است که یک قضاوت از قاضی است، یک اربابی است. خب اربابی نظر به قضاوت قاضی فرق داره.
که او کار را که حکومت نتونست، قضاوت نتونست، اون اربابا میتونه. اربابا چرا میتونه؟ اربابا یک شنگیشه در نگاه طبق قانون شریعت قطع علما شده میگونه، یک شنگیشه در یک گردن بستگی هم برابر میکنه. مقصد مشکل حل میکنه. مشکل حل میکنه. میشه یک قصه ای از حل منازعاتتان برای ما بکنین که بندای عزیز ما چی در داخل و چی در خارج از این قصه هم یک پندی بگیرن و هم چگونگی قابلیت یک ارباب بفهمن؟ ارباب که تو یک کاری است، اول که یک آدم ارباب میشه، یک مانند یک پل میشه. مانند یک پل میشه که سر پل هر چیز تیر شده میره. آدم باید ارباب شوه. یک آدم خورد ریزه هر کس یک گپ میزنه در مسجد بیاینم یگان آدم شاید بگوید که یه ارباب است حرامخور است. شاید در راه هم بگردن یگان آدم بگوید که والا یه ارباب است اینطور است. نه در این گپا یک خندق و یک مذاق دیگه هم بگو تیر شده برو. یه خاصیت اربابی است. اگر ارباب قهر شوه که هم مرده که تو برای ما چی گفتی؟ تو چطور گفتی ما التورا ای تو میکنیم پولک میکنیم؟ یه گپا باید چیزی جور نمیشه، باید کسی اربابو مویسپیتی هم کده نمیتونه. بالکل. و یک قصه از منازعات کوچک شما اگر برای بندای عزیز ما بگوین که چگونه یک قصه صورت گرفته که شما مثلا منهج اگر ارباب تانستین که او را حل بکنین و مردم شما را دوست داشته باشه؟ ما که چندم قضیه را حل کرده ایم. اینطوریه که یک قضیه را حل کرده باشیم. یک وقت یک حادثه ترافیکی شده بود، اما مردمای شولگر بود، دم دریورا از شولگر بود. یک دریور دادرزاده خود ما بود. 3 نفر در اینجا شهید شده بود. یک دادرزاده خود ما هم شهید شده بود. باز اینجا ما رو وکیل گرفتن که ولی چطور میشه که اینا دیت کنه، چی میشه که چطور. خیلی قاضی ها بسیار قضاوت کردن، با در اربابا پرتافتن. اربابا باز ما رو وکیل گرفتن. ما همین آدم بیخ بنیادش دعا کردم بخشیدم ما تماما الله اکبر علی شدگی گپ شده از بعد این کار نشوه، بیا شهید هم خراب نشوه. یه اربابی است. امارت اسلامی هم در جریان است و این گپا رو ما فیصله کردیم. بالکل حاجی صاحب، جرایم در تمام دنیا است. جرایم گم شدنی نیست ولی کم شدنی است. بله. بالکل کم شدنی است. گم شدنی نیست. گم شدنی نیست. بلکه انسان است. زمانی که قهر است، تا زمانی که قهر است در وجود انسان، حتما یک طرف یک نظام میشه، یک چیز به صورت میگیره. ولی این توانایی شما بوده که نام شما در تمام ولایت سمنگان پخش شده که حاجی صاحب انصارالحق خالقی یک تن از اربابان قوی دست سمنگان که میتونه مشکلات مردم حل بکنه و صلح را ایجاد بکنه. حاجی صاحب شما یعنی پشت سر که معلوم میشه بسیار زمین دارین و کشت و زر هم میکنین. درباره ای را مگر اندک معلومات بدین که این زمین ها از خودتان است؟ شما در چی کاشتین چی نکاشتین؟ این زمین ها که از ما کاشتن ما از قبیل رومی است و از قبیل پیاز است و اون ما مردم پخته میگم، شما چی میگن؟ غوزه میگن، اون پنبه‌دانه از او است. یعنی این چیزا رو ما مردم اینجا کشت کرده ایم. این انگور است و خربزه است و تربوز است و ولسوالی حضرت سلطان یک انبرخانه همین صفات شمال است. کل چیز از اینجا تولید میشه. این تو فکر بکنین که از قبل خربزه، تربوز، خب پخته، رومی، پیاز یا دیگه چیزایی که از انگور همین چیزا از اینجا تولید میشه که در ولایت‌های صفات شمال تا حد پاکستان هم میره. یه در حساب زمینداری ما مردم این کارا رو خود ما مردم پیش میبریم. بسیار خوب، بسیار عالی. تشکر از معلومات شما حاجی صاحب که با ما داشتین و ما تانستیم برای بندای عزیز ما معلومات کافی را درباره یک توت انتقال بدیم. و اگر اجازه شما باشه حاجی صاحب ما هم سر زمینای شما بگردیم و درباره زمینای شما برای بندای عزیز ما یک تبصره داشته باشیم که قریه یک توت دارنده تولیداتی است که به ولایت دیگه صادر میشه. شما سلامت باشین. تشکر یک جهان از آمدنتان. شما این قدردانی را در ما مردم کردین. شما پیلم بشینین، میمانی ماستین. ما یک ذره غذا اینجا تشکیل کرده ایم. خب پترای ازبکی میگم، ما مردم پترای ترکی میگم. این چیزا را برای شما آماده ساخته ایم. برنجای ترمنی میگم یا ترکی میگن. از برنجا در شما اینجا جور کرده ایم. یک لقمه نانی که قطع ما بخورین. بعد از اون ما خود ما که پایدار دستیم باز بچه‌ها را قای شما گد میکنیم، بعد داخل کشتا بگردین. او برنامه‌ای که باز شما دارین
او بچه ها باید معلومات میده در حساب کشتای کاردگی ما. زنده باشین عزیزانو. خیر دی حاجی صاحب خبره به ومنو. نو دلته بکینو تاسو به ځینې شاټونه دلته د دې کولو وښیو، نو د دې میمانۍ به هم وښیو، بیا به لاړ سو د ځمکو په سر به هم وګرځو او تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کوو. عزیزای دل همراه ما باشین و بیننده کامل برنامه لاروین مایک در قریه یکتود. عزیزانو څرنګه مو چې ولیدل موږ یکتود کلي کې اوس هم یو او تاسو ته مو وعده درکړی تر څو بعد له د حاجي صاحب میلمستیا نه د دې دوی د بزګرۍ په هکله معلومات وړاندې کړو. نو د دې دوی بزګرۍ او د بلخ ولایت د بزګرۍ څانګه لږ زره فرق کوي، خو ویلی سو چې د شیر آباد بزګرۍ او د یکتود بزګرۍ یو بل سره په یو اړخ کې یو څه اندازه ځکه هلته هم دغسې بزګرۍ کېږي چې د دوی په کمه ځمکه کې ډېر حاصل اخلي او دلته هم دغسې چې په کمه ځمکه کې د ډېر حاصل اخلي. حاجی صاحب محترم، ما با پدرای بزرگوار شما صحبت داشتیم و شما را با نمایندگی خود اینجا همراه ما یک جای کردن که درباره همی حاصلاتتان برای ما معلومات بدین. پیش از اینکه سری اصل موضوع برین میشه خود بنده عزیز ما معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا. سلام و احترام بر شما و میمانای عزیزان. درود بر حضرت پیغمبر اسلام. اسم من نورالحق، فرزند حاجی صاحب انصارالحق. نام بابای ما یک تن از متنفذین و قریه‌دارای همسط ولسوالی حضرت سلطان مرحوم حاجی ملاوی خان، باشنده قریه یکتود ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان. البته فارغ التحصیل سن 16 و مدت زیادتر در حکومت جمهوریت و یک سال هم در حکومت امارت اسلامی فای وظیفه کردیم و فعلا کسبیم دهقانی. بسیار خوب، بسیار عالی. دهقانی خودش یک تجارت است. بله، این کلی قبول داره دیگه. هر کس که در دهقانی موفق شوه یعنی یک تاجر موفق است. در این قسمت شما رومی های بسیار زیبایی را دارین، نیال ها را ببینید به چقدر شکوه ایستاد است و بار گرفته. درباره همین برای ما معلومات بدین که همین رومی ها شما در کدام فصل کاشته بودین و امروز با حاصلش رسیده تا که را به بازار به ولایت دیگه و شهر سمنگان ایبک روان میکنین؟ گرچند بیشتر خودتان میفهمین در همه کار یک پشت کار وجود داره. باز خصوصا کسایی که یا اگر تجارت میکنه یا دهقانی میکنه یا کسب کاری، هر کاری که میکنه در اولویتش از دیدگاه شخصا خودم شاید دیگه مرا اکثریت مردم تاییدم بکنه که سواد یک چیزی اولویت بازی میکنه. ما میایم سر کشتکار رومی بگویم. مدت 3 سال میشه من خودم دهقانی میکنم. در اوایل سال که البته در ماه هود ما همه تخمای خود رومی را علاهده زیر پلاستیک بزرگ میکنیم
بعد از اینکه را بزرگ کردیم جاهایش ترتیب تنظیم میکنیم، قسمی که خودتان مشاهده میکنین. جویه کشی میشه و انجه کشی میشه و یک تعداد با غوچه میزنن و پارو میپرته و پاروی حیوانی و البته امروی پاروی حیوانی و کود میپرتن. یک تعداد غوچه هم نمیزنه. باز همه بزرگای ما دمای عمل آماده میشه. زمانی که دمای عمل آماده شده باز ما از پلاسی برداشته و یک مدت رو شمال داده، البته یک مدت کوتاه تقریبا 15-16-20 روز رومی با درختاش پخته میشه. بعد از پخته شدنش میالیاش البته بعد از او باید میاریم اینجا با مو شکلی که غوچه میزنیم یا با میار معینش که از طرف یگان متخصصی که با ما راهنمایی میشه ما مطابق همون را بذر میکنیم. زمانی که را بذر کردیم این حالی بهتر خودتون میبینین که دمای اسد سر بار میایه. البته منطقه ولسوالی از سلطان ولایت سمنگان دمای اسد اینه این تو فکر بکنین یگان تعداد در سرطان هم 25 سرطان یا 20 سرطان هم سر حاصل میاره. اما همین امسال اکثریت مردم کشتکاری دمای اسد به بار آمد. بسیار سر حاصل و پخته شده. بسیار خوب، بسیار عالی. مدیر صاحب محترم، امی سر شما اگر یک بار پیش بریم امی طرف ببینم این جویچه نیست که جوی بسیار کلان است دیگه و رو میرم سر ایسای پلوان که بسیار کلان کاشتین. آیا امی دایی میرسه یا امی جویچه رو مکمل شما پر میکنه؟ اگر ما تو برتون همراه دوست نشانه گذاری بکنم همین جویچه را که میبینین دو لبه داره. وقتی که رومی ها را ما دم لبا که میکنیم ریشه البته دم لبه میباشه و نوده و ساقایش که هست مکمل در پشت خوابانده میشه. خودتان بهتر میفهمین این جویا که هست، اما گفته خودتان جویچه نیست جویا. این جویا که هست آب از زیادتر در جویا نگاه میکنه. زمانی که به ریشه آب سای مشخص شدهش دیگه یعنی در ریشه در پشت نمیزنه، در خود ریشه که زمانی که آب میرسه از ریشه نشونمون کرده بالاخره به ساقه هم میرسه. یا فقط صرف دینم جویا این جوی کلان است، ریشه در لب جوی کاری شده است، از هم ریشه اینو تغذیه میشه. بسیار پر شد باز نمو میزنه. خب شما میشه بری بنده از این یک بار خود معرفی بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من قاری شجاعالدین فرزند الحاج مولابای خان مرحوم، یکی از قیره‌دارای ولسوالی استان ولایت سمنگان هستیم. بسیار خوب. خب شما معلومات میدادین؟ معلومات دادن معنی است که نورالله خان خب یک معلومات بیشتر برای شما داد. بازم یک دانستن خودم بگم که وظیفه ما دهقانی نیست. بازم بسیار در پیش دهقانا میرم میبینیم و میگردم و بازم جایی که پر کردین بعد از پر کردن بازی او هم دو طرفه جذب داره، اما خود جوی هم خاک لای هم چیزا جذب میکنه در ریشه میزنه. ریشه باز یعنی خود درخت رو میره چی میکنه نمو میته دیگه باز بالا شده میره بوی. خب یعنی این جوی شما پر میکنن؟ نه جوی فقط خودتون میبینین اما تا اندازه که خاک بلند شده است، یعنی به اندازه نیم بلست یا از نگاه سانتی بگم یک 15 سانتی پایینتر از امو تا که در ریشه نرسه نمیشتنا برسه، فقط صرف نمیشه برسه. بسیار خود او فقط دم نوک ریشه میرسه بس. نام خدا بسیار باری کلانم کرده دیگه. هر بخش که شما نام خدا دیگه عزیزان ترنگ اشتاسو ویني دلته بار کړه او دلته د رومیان دي نو ډیر غړ دلته ځینې سره سوي دي اما باندې کوم ځینې سره دي نو ډیر مابین خو بیخي ډک دي مابین نه بم شارټ تاسو دروخیو نو ډیر خو بار ده چی خو بس همراه متخصص صاحبم یک بار صحبت بکنیم که مشوره علمی اینا در این عرصه چی است و چی میخواین برای شما ارائه بکنن. به نام خدا، فتح‌الله خونزاده، مهندس باغداری و زراعت و محصولات نوین و علوم فنی جدید در رابطه با موضوع زراعت در افغانستان و ماشینری میخوام توضیح بدم. اول که جوانایی رو میبینم به شدت دارن به کار و اینا ادامه میدن به سرزمینی خود برای زمینی خود درآمدزایی بکنن تا سرزمین ما یکم آبادتر بشه. یک سری قضیه این خیلی خوبه، اما موضوع بعدی اینه که چون ما تکنولوژی در افغانستان نداریم، شکل سنتی ها مختلف و نوعه. یک جای یک نمونه میکاره، یک جای نمونه میکاره. شما که این گرجه فرنگی یا رومی به شکل شما که میگین اینی که خیلی مثلا ازش راضی است این نیست.
باید 100% کلا تبدیل میشه به خود جسم گرجایی به عنوان صادرات. این خیلی، یعنی بارش فعلا 50% هم نرسیده تا چی برسه برای 100%. و بعد این طریق آبیاری از لحاظ سنتی غلطه. چرا غلطه؟ چون تالاب به وجود میاد، آب میخوابه. شما زمانی آب میدید به مزرعه سنتی، اینجایی که ور میدارید خاک، زمانی با یک کاردی ور میدارید خاک اینطوری بکنید از هم به پاشه بیفته پایین آب بدید. اگه از هم نپاشه آب ندید. چرا؟ چون نم بالاست، رطوبت بالاست، ممکنه پوستگی. این زردار شما اگر چی محترم ببینه دوربین اینا، این زردار مال آب زیاده، از بس که آب زیاد خوابیده. بعد شکل آبیاری سنتی که ما داریم انجام میدیم فعلا از اون طرف میاد اینا پر میشه برگشت میخوره، و نه این آب بیشتر نم پایین میده که نه زمین خاصیت داره و نه استفاده آنچان. اینا میتونن 30% از این آب استفاده بکنن، بکش عدر میره برای علف، میره برای زیر زمین که نیازی به این نیست. و این هم جوی خیلی میدون چند میدون کباب میبره. اگر به شکلی دایره شکل منحنی مثل که مار میره پیچیده بره، این بالاتر باشه، جویش کوچکتر باشه، کشش آب نم پایین نگه میداره ولی آب پایین نمیبره، نم میده برای ایبر. یک دومن فعلا اینا نگاه کن چقدر بشاشه. چرا؟ چون آب زیاد خورده. چون آب زیاد خورده بار نمیده، فقط رشد شاخشانه میکشه مثل برگ کدوها. ولی آب اگر کمتر باشه فعلا تبدیل به بوری میگیره، یعنی تبدیل میشه به این شکل. یعنی اینا پور میکنن جنگی ولی حالا دارن رشد میکنن، رشد برگی میکنن. ما شاید 2 ماه دیگه وقت نداشته باشیم، 3 ماه دیگه وقت اینجا منطقه سرماش بیشتره، زود سرما میزنه براش. اما ما یک کاری میتونیم بکنیم کلی برگا رو تبدیل کنیم در عرض 20 روز به گرجه فرنگی. یعنی بدونی که برگش رشد بکنه، بدونی که برگش فقط رومی به دست بیاد. بله، رومی به دست بیاد. اگرچه اینا هم چیدن، این بهترین بذر در دنیا. این بذری کلچه آمریکاست، یه بذر هم که نشان داده تخم مرغ آمریکا. اینا محکمه. یا کنید اگر تخمه اینا دیده باشید، اگر خود همین رومی دیده باشید، پشت چاک چاکه. اینا آب سیاد سرمای دمی صبح چاک میده براش و بعد جاش پوسیدگی میه. این لبه ها رو میبینید، این بوتهاش اینجاه ولی اینجا گرفتن که آب نره داخل. چرا نره داخل؟ اگه داخل بره میپوسه، نم بره داخل. شما نگاه کن هر جوغی به اندازه یک پوشته. ما میتونیم یکی دیگه هم روش اما کوچیک‌تر. حالا رسه رو موضوع کشت جدید و علوم جدید. مثلا این آبی که من دیدم لااقل سب میشه 15 هکتار زمین کارید. گرجه یعنی 150 جا. خب 15 هکتار 150 جا با می آب. اما سیستم روز، سیستم کلاسیک، سیستم نواری، سطحی، زیر سطحی، کشتای جدید. بعد قدرت هم دستی ماست. زمانی میبینی بازار گرجه گیرونه، من با یک ریز مغذی میدن در عرض 2450% اینا رو تبدیل میکنیم به انار. میرن بازار میدن چون گرونه. چون ما امروز کلا پیشرفت دنیا بر مبنای اقتصادی بازار تصمیم گیری میشه. بازار چی کشش داره که من بکارم، هم من به پول برسم و هم کارگر به پول برسه. بالکل. سوال دیگه ای هم باشه در خدمت شما. همین طرف یک کمی بریم. همینجا بعضی نیال ها هست متخصص صاحب که چیز شده زیاد رشد نکردن، تو قدو ماندن. خب حالا شما نگاه کن، مثلا اینجا چیده شده ولی پوسیدگی خیلی داشته. ببین اینا رو. بله. اینا شما نگاه کن، اینا آب میدن و اینا از اینجا دیگه رشد میکنن ولی اینا به تکامل نمیرسه. زود ایره درشت بکنه برای زرد یا قرمز یا بدن بازار، چون این خیلی خرمه. اینا میبینی زردی ها مال آب زیاد از زرد، نه که مالی که کود نداره، مالی که قدرت، یعنی آب زده شده، آب گزیده. بله آب گزیده به قول شما. اینا نگاه کن، اینا نگاه اگر نواری و قطره‌ای باشه اندوری کلا نمیای بالا. این الان نمش خیلی بالا، ممکنه فردا آب بدن براش ولی اینا امکان پذیر نیست که اینا رو با قولن تغذیه. شما نگاه کن، غذا خوردید پورید، وقتی من میام 1 کیلو دنبه به زور بخور، به زور شاید هم خورید ولی خب دیگه شما اصلا میپاشید. شرایط اینا همینه. اگر آب کم بده، آب زیاد بدتره. به اندازه از خود وقت ساعت فرصت. او زردا میبینی، او زردا کلا مال آب زیاده. بالکل. این ترک خوردگی هم به خاطر دلیل اینکه آب خیلی حجمش میاد پایین، آب زده میشه سفت میکنه پایینا رو، بعد آفتاب حرارت میاد بالا ترک میخوره ولی زیرش نمیره.
خب متخصص های یک دلیل دیگه هم هست. بله. ما دلیل شما یا چی شما را ما بسیار قبول دارم، گرچه در وقت این منطقه یک داره گرم است، هم منطقه لوساله هستون. خب علمی رومی که در گل میانه، یعنی فعلا هم گل داره درسته. و گل کده. اگر این او هم دیقانه هم یک تجربه حاصل کرده که در 2 روز بعد این در سر گل که در سر بار آمد او بخوره. اگر او نخورد باز گل ریز میشه، همه گل باز ریخته میره، باز رومی نمیگیره، قوره نمیگیره. درست. بله. یک چیز دیگه ای من چی براتون میگم، شما صبح براتون تربوز میدم، شبم تربوز میدم، دوباره صبح چای شبم تربوز میدم، خب شکم شستشو میشه. اما این آبی که میخواد بدن یک نوع ریز مغذای خاصی است. با این آب 2 تا قاشق هر آبی بهش بدن، اینها این کار نمیکنن، تازه اینا رو دروش مثل که نگاه کن درخت از گردنش میکشن میگیره بالا. حالا کمبودی پتاس به زمین به شدت پیدا است. این زمین پتاس، نگاه کنید اینا پژمردگی ها، اینا آب هر چی بگید هست، نم فراوانه، این نم تا 20 روز دیگه هم کنده نمیشه از این. ولی زمین پتاس نداره، وقتی پتاس نشد همون نتیجه به وجود میاد. چرا؟ ریشه به عرض رشد کرده. این محصولات ریشی مثل گرجه فرنگی، مثل همین پنبه، مثل چغندر قند، مثل درخت، یعنی 90% شدید وابسته به پتاسه. چرا؟ چون پتاس زمانی که میکاره ریشه رو میبره با عمق. وقتی با عمق زود تشنه نمیشه، زود گرمازده نمیشه، زود مثلا سرمازده نمیشه. بسیار خوب، چون اصل نبات هم ریشیش. بله ریشیشه. و آجی صاحب دمی باره آبدهی، آبی را شما از کجا سرازیر میکنین؟ در اینجا کدام نهری میآید در این قسمت یا نه؟ گرچند ما خود سالمون کم است، از نگاهی که خودی ما چشم دیدم داریم و گوشونیدایی که از پدرکلانهای خود داشتیم یا از پدر ما داشتیم، این زمین ها که از تقریبا فاصلش 22 کیلومتر یا 21 کیلومتر از جوی کارز ولایت سمنگان قرار داره. البته فاصلش از سمنگان تا این موقع در زمانهای 20 سال قبل بگم یا بیش از 20 سال این منطقه کاملا از جویبار سمنگان آب میخورده، آبش از جویبار سمنگان تغذیه میشده. مردم روی کشت و کار رومی و پیاز در ساحه نداشتن، فقط صرف گندم بود، جو بود، زغیر و کنجیت و یگان تا بعد اگر سیلدوی میشده با بجای اون خربزه و چیزا میکرده. بله پنبه ای چیزا در اینجا رواج نداشته. اما خودتان بهتر میفهمین در تمام مناطق افغانستان، شاید در کره زمین هم تاثیرات باشه، خصوصا در مناطق های افغانستان اما آبای تحت البحری یا بحری همیش در سطح پایین اندک متاثر شده است. با ما اساس تقریبا 20 سال میشه یا 18 سال میشه این منطقه از آب ولایت سمنگان مستفید نمیشه. مردم دینم ساحه فقط 4 رواج دادن. خب بله. سولر است و بله. چا است و قبلا سولر نبوده، مردم توسط ماشینای 4 اینچ و ماشینای توربوندار این منطقه را آبداری میکرد. یگان تا همراه ماشینای کوزه‌ای میگیم، همراه اونا آبداری میکرد. برای فعلا اینا تقریبا 7 سال میشه اما سیستم سولری دولت سمنگان فعال شده است. البته شاید در بسیار ولایت‌ها فعال شده باشه، خصوصا در سمنگان. حالی مردم از همون چاشون توسط سولر آبکشی میکنن و توسط سولر. بسیار خوبی. ولایت سمنگان هم از ولایت هایی است که از برق بسیار غنی است. برق اینا نخواد کنده باشه. قریه یک توت هم شاید هر خانهش برق داشته باشه و برق هم 20,000. بله. هم دست نه. بله. ولی بازم مردم اونجا از دوم قسمت ها از سولر را استفاده میکنن به خاطر کشیدن آب، چون نهری وجود نداره و از سمنگان هم آبی نمیه دیگه. بسیار کار بسیار بزرگی است که شما از زمین کمتر حاصل زیادتر بگیرین و یا هم از یک نبات مثلا رومی شما عایدات بزرگتر را بکنین. عزیزانو په هغه څنګه کې لکه چې د دوی منګه چې د خاطر اتللو د سیاونه لیکل او ما فکر کوو د دوی باخواته کوم ویاله ورسدلته وصله کې چې نه دا څاوه نو د هغې د شارټونه هم تاسو در وښیو. تاسو د قسمت شارټونه وګورئ، بیا به انشاءالله یو بل سره یو.
قدرمنو لیدونکو څرنګه مو چې د یکتود کلي په هکله غوره معلومات واورېدل او حاجي صاحب سره مو پیژندنه ترلاسه کړه، نو څرنګه هم ښایسته طبیعت تاسو ولید، 50% خاورې او 50% ښایسته شین طبیعت. نو د افغانستان هر کنج تاس یو ښایسته تصویر وړاندې کوي. عزیزای دل، این بود برنامه امروزی من. از حاجی صاحب در پایان یک پیام می داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول و اول که انجینر صاحبا شما کلگتان میمان ما بودین، خوش آمدین. یک جهان تشکر میکنیم که باز هم شما بیایین انشاءالله. دیگه این صدای ما را، این منطقه را که شما پلمورداری کردین اینا در هموطنای ما برسانین، مثل ما مردم باره نمیتونه در وطنا خدمت بکنه که وطن ما پیش بره. انشاءالله. هیچ گوشنگی و توشنگی را در دیگه وطنا ما مردم یتاج نشوم. فقط از خواهش مردم همی است که کار بکنن، نام بخوره. اینمی زحمت‌ها را که ما را دیدین کشیدیم، پیام ما در مردم ما، در دیقانکار ما، در چوپانکار ما اینمی است کار کردن، نام بخوره. یک گپ دیگر را شرش نکنه که والا پلانه آمد تو خشکسال آمد. این تقدیر الله است. این که خشکسالی ها زحمت بکشیش خشکسال نیستش کم سیر میشه. پیام ما است ملا که شما میمان ماستیم، بازم بیگه میمان ما شوین. شما یک جهان تشکر. چطور شده که پیش شما آمدین، مثلا خسته شده خفه شده نروین. زنده باشین. زنده باشین. قدرمن لیدونکو، د حاجي صاحب پیام واورېده. هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي. ښایسته کومنټونه ولیکئ، انشاءالله په اسره د وخت کې ځواب درکول کېږي. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ او نور انډیوالانو ته د ګوټ د نړۍ ورسوئ. لاروین مایک له تاسو سره ډېره مننه.